همین بچه وقتی که کسل شد رنگا زرد شد، من دیگه دلم زیق شد، من گفتم ممکن زر پروین باشه. گرفتم بردم با 8 پلیکلینیک بیچاره دیاگنوز دادن، خیلی فرووردن یاردم شدن پایون بعد کپلی موندیم رفتیم خریدیم خودم با پول خودم وارم کپلی موندیم بچه خیلی خیست گرفتم وارم خونه و اوکل داروش نوشتن اوکل 11 روز 12 روز گرفتم دیدم وضعیت بچه وزمین شدن بعد گرفتم قربالا بردم پنجم کورپوس جای پریومی بردم اونجا گرفتن خیلی ششم دادن رفتیم ششم درمدیم گفتن که این ما حضوری ما نمیرسه اینجا و کاغذ دادن که روی چوینی و اسپوری انالیز خونه بعد بردیم پنجمی عدد خونی و اسپوریدیم که گفتن که همه خیلی وضعیتش همه خیلی گفتن کسل گرده ها یکتاش مادرزاد نبوده یکتاش کم کار میکرد 15 پاییز اونجا بعد بردیم اونجا میدگردوگ روی کردیم وزمین کشید میدگردوگ بردیم میدگردوگ قبول نکردم با گشتیم مدیم در اینجا خوب کردیم بعد 10 روز اینجا وقتی که با قوت زوری اینو نرسید بیوشی کرد اینجا گرفتیم بردیم میدگردوگ بعد همون بیچاره من همین دختری همونجا رجب بارون همه خیلی انسانی خوب ما را قبول کرد بیچاره گفت که من همین شما آدمی مسلمه با کلم هم میگیرم بچه‌تون با کلمه و ما دلمون پرشید وقت مخشید خستیم گشتیم اومدیم شب پریستوب قبیل است با گرفتیم بردیم که گرده ها جاش سوز بوده است همون خیلی که پاییزش بوده است همون خیلی پروستو دولینی خیست است گفت که 10 روز فرق با میبیاری ما دیالیز میکنیم من دیگه نمیدونم چیکار کردم اینای دختر مال زر پروین هم اینجا میگه در میکنه پول ندارم وضعیتم وزمین خودم چند سال پیش کسلی خان گفتم شاخ میشیدم تا حاضر من لیچینی کرد همین پول نیافتم که همین فرزندام تبابت کنم همین ای دستای بی پولی را یکنی ما در همین خونه بود در دهنم میگرفتم شب تا روز گریه میکردم ناله هیاش میگدم ما گشنه و چمانون نداریم در خونه روزش شد که به نون به آب چون بچه کلان شد و فکر کرد که کاری وزمین کرده نتونست یک جا کارش روی کرده 10 روز کار کرد که وزمین شد آمد در خانه به آب به نونی به آبی همین بعد پاش میرفت سنپله میآورد چطور 3 تا دختر یا تا بچه آخی در تنش گیرم در شکمش گیرم در پاهاش گیرم در کجا گیرم یگان چیم باره هیچ که دستگیری نمیکنه یگان کس نمیگه که همه بچه من اگر پل میشد کو سر محل همین توابت شمه لیکن ای دستای به پولی را گداشتم خستم در بدر نون گفت خدا نه کمبغلی روز شد که همه کودکای من به نون به آب در خونه موندن دادی نون میگفتن ای مکتب دختر من سر کردن بچه من سر کردن که شما ماهونه نه و اینی برو وردم دختر من هشتی برو وردم اینا برو وردم بردم و چیدیش موندم حاضر من در بازار کارون حافظی میکنم من تمام همین تاجیکستان میشناسم اکو حاضر در همین حالت زدم و همین 4 کودک از زن خودم 2 تا 6 کس بودیم من او دختر من به حیات مستقلانه گسیل کردم من همین را خودم من خورونده پوشوندم دارم 500 دارم 340 سوم من پولی سویتم نمیشه پولی آب نمیشه در جالی پولی آب دادگی نیست من قرض دارم پولی موسر دادن نمیتونم نمیرسه پول کم بزاعتی یگان کس نمیگه که بیام اینا کم بزاعتی من رفتم بردم سپردم چند بار کم بزاعتی پول من ندادن پلیسی بید من که همه طلب دارم که همه خلق من همه عرض من به عرض ما همه دوا شوانه ما یاردم شوه ما همه پستی برویم همه یک بچه داریم این خودش من بچه هم اوزید منه اوده تایدیگه ما کنم خوکشی هم دارم من کجا میرم چیکو میکنم منه پاش را گشته بزر بیم نگاه که چکا پایتو را بیم یک تاش باشه که پیدیگه من 2 تا سیدی کجا بیرم عرض ما را به حکومت شهر من محمد سعید بایگلور من به پریزیدنت محترم امام علی رحمان
که وای برای که شالو برای اینوالیدو تمام عمرش در خدمتش در اینوالیدو کردن دوره تا خونه اینوالیدو رفته اومدن دوره وای من ندیده میدید مثال چی میکرد ممکن بود ما هم دستگیری کنه من اکو در چی وای رفته نمیتونم در اومدن نمیتونم مجبورم اکو همین چیزا در چکنیم ممکن فهمه و بیندم دونه یگان دستگیری ما را کنه یگان کمک کنه من قومت مرا باز کنه من ای خدای تعالی امیدوارم که پرزیدنت ما خیلی یگان دستگیری میکرد ای شهروندو را من میندارگی میطلبم که همین ما را کسی که از اودش میبرویه ما را یاردم میشه ما هزارها مینداریم ما خدای تعالی نگهبان باشه ما اولش ای خدا و دیمش همین طلب داریم من در یگان چیز دنیا درکار نیست فقط فرزند بوی فرزند من در رسه تموم بعد گفتنیم که به من یاردم تیان کمک خود را رسانند همه شهروندان تاجیکستان از محمد سعید عبیدالله از پرزیدنت خواهش دارم که به من کمک رسانند